صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدای قدوس و یکتا، ای خدایی که نهان بینی و همه اعمال و حرکات ما را چه در آشکار و یا در خفا می‌بینی، به درگاه مقدست آمده و تو را به خاطر محبت بیکرانت که نسبت به ما انسان‌های گناهکار داری شکر کرده و در برابر قدوسیت و بزرگی و کرم و رحمت تو صورت خیش را به خاک می‌افکنیم و تو را می‌پرستیم. خداوندا، وقتی که به حضور تو میاییم ضعف‌ها و خطایای ما آشکار میشه و متوجه میشویم که در گناهیم و گرفتار خواسته‌ها و هوس‌های خود. ای مهربان خدا، بر ما ترحم فرما و ما را از شریر برهان و یاری بده که امروز را برای تو و به خاطر تو در قدوسیت و گذشت، در پاکی و مهربانی و در خدمت و فروتنی به هم نوعان خود و در عبادت و پرستش تو به سر آوریم، تا ای خدا این روز را به طور شایسته‌ای به پایان برسانیم. بارالها، اکنون که به درگاه تو روی آورده ایم، تمنا می‌کنیم که بصیرت معنوی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نامی عیسی مسیح زنده، یگان امید و یگان نجات دهنده بشریت می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت پروردگار روز خود را با شادی آغاز و به پایان برسانید. خدا را شکر که در این ساعت قادریم پیام مقدس خدا و غذای روح و جان را دریافت بداریم. برای این منظور از شما دعوت می‌کنم که به کلام خداوند توجه فرمایید و خود را از مشکلات و نگرانی‌های زندگی دور کنید. از خدا بخواهید تا شما را کمک کنه تا با تمام وجود و حواس جمعی کامل با آنچه که او توسط عیسی مسیح به ما فرموده است گوش بدهید و درک کنید و اساس ایمان خود را تقویت سازید. من برادر شما، غلام نالایق عیسی مسیح، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده را با شما باشم و از کلام خدا براتون بخونم. برای این منظور لطفاً انجیل مقدس را به فصل 6 متی بگشایید تا از آیه 19 دنباله تعلیمات و اوامر مقدس عیسی مسیح را مطالعه کنیم. در حالی که شما مشغول باز کردن کلام خدایید، فرصت را غنیمت شمرده و از همه یاران عزیز و محبوبی که برای ما نامه نوشتن صادقانه سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم همونطوری که بارها به عرضتون رسوندم نامه‌های ما به دستتون برسه، چون نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به همه آنها پاسخ کتبی می‌دهیم. خداوند همه شما را برکت مخصوصی عنایت فرماید.
حالا از آیه 19 فصل 6 انجیل متی، عیسی مسیح اشاره به یکی از مهمترین مسائل زندگی، یعنی ثروت و دارایی و نحوه استفاده آن میکنه و ما را دعوت به اندوختن ثروت معنوی مینماید. در آیات قبلی در کلام خدا ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح درباره عبادت و صدقه دادن و روزه گرفتن و دعا مطالب بسیار استثنایی را تعلیم میده که نظیر آن و برتر از آن را هیچ کسی دیگر به این عالم نیاورده است. حالا او به یکی دیگر از وسیله هایی که غالباً انسان را برده خود میکنه و چه بسا باعث سقوط انسان در گناه میشه و از حضور خدا میفته، یعنی پول و ثروت، اشاره میکنه. اجازه بده ابتدا از آیات 19 الی 21 خدمتتون بخونم و بعد در موردش توضیح به عرضتون برسونم. عیسی مسیح میفرماید: گنج ها برای خود بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان میرسانند و دزدان نقب زده آن را میدزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرسانند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند، ذخیره کنید. زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. به زبان ساده تر عیسی مسیح میخواهد که ما توکل خودمون رو بر خدا بگذاریم، برای نیازهای خودمون به خدا نگاه کنیم تا بر انسان. دوستان، آدمیان دارایی خود را در بانک ها میگذارند به این امید که جای امن و امانیه و در روز مبادا، در روز نیاز میتونن از آن استفاده کنن. تمام فکرشون روی ثروت و داراییشونه، نگران آیندن و برای چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است و چه بسا هیچ وقت هم در زندگیشون به وقوع نخواهد پیوست، حیران و پریشانن و در واقع زندگی امروز خود را برای اتفاقات آینده که شاید اصلا هم به وقوع نپیوندد حرام میکنن. شادی امروز را به خاطر فردا از دست میدن، فردایی که هنوز نیامده است. عیسی مسیح میفرماید شما باید اعتمادتان را بر خداوندی که تغییر ناپذیر و فنا ناپذیر است بنهید و میگوید ثروت خودتان را روی زمین جمع نکنید، برای ثروت در این عالم زندگی نکنید. چرا؟ چون ممکن است بید یا زنگ آن را از بین ببره، یعنی چیز مفیدی واقع نخواهد بود. در عوض ثروتتون رو در آسمان بیندوزید. شاید سوال شه که چطور ممکنه که آدم بتونه ثروتش رو در آسمان بیندوزه؟ دوستان عزیز، اگر آنچه که خدا، دقت کنید، اگر آنچه که خدا به شما عطا کرده است اونو در راه خدمت به او به کار ببرید، حقیقت هم اینه که شما ثروتی را که خداوند به شما عطا کرده است در آسمان دارید ذخیره میکنید. چرا؟ چون برای مقاصد آسمانی، برای مقاصد عالی که خدا فرموده است به کار میبرید. یعنی اگر همه چیز را به نام خدا و به خاطر پیشبرد ملکوت او و در راه خدمت به بندگانش از دست بدهید، مطمئن باشید هیچی رو نباخته اید، بلکه در عوض پاداش عظیمی از جانب خدا خواهید یافت. خداوند پاسخ میدهد. خداوند به آن خدمت روح آزاد و روح بخشش شما یک پاداش بزرگی میدهد. تقدیم کردن مال خود در راه مقاصد آسمانی و وقف کردن آن در امر خیریه و خواسته های الهی بدون پاداش نمیماند. هر چرا انجام بدهید پاداش آن را خواهید گرفت. هر چرا بکارید همان را درو میکنید. موضوع دیگر این که عیسی مسیح خاطر نشان میکنه که هر جایی که ثروتتون باشه دلتون هم در آنجا است. هر جایی که ثروتتون باشه فکرتان، وجودتان اونجاست، نگران اونجایید. اگر در فکر مادیات و ثروت دنیوی هستید، دل شما آن وقت در پی خدا نخواهد بود و نمیتواند هم باشه. ولی هدفتون اگر این باشه که برای ملکوت خدا زندگی کنید، آن وقت دلتون با خداست. چرا؟ چون ثروت آسمانی دارید. وقتی ثروتتون در آسمان باشه، فکرتونم در مورد امور معنوی و آسمانی است. هر جایی که ثروتتون است، دل شما نیز آنجا هست. و اگر دل ما با خدا نباشه دوستان، ما را از خدا شناسی خبری نیست. این آیه باعث تشویق صدها هزار مسیحی در سرتاسر جهان شده و به خاطر همین آیه است که اکثر کشورهای
که ملاحظه میکنیم در آنجا مبشر هست، بیمارستان خیریه هست، مدرسه هست، مؤسسات دیگه هست که سعی میکنن گرسنگان و یتیمان و مظلومان و بیچارگان را یاری بدن. همه اینا مسیحیان اینا رو به وجود آوردن که متوجه این واقعیت شدن که به جای اینکه دلشون رو به مادیات این دنیا ببندن، دلشون رو با خدا نهادن، در خدا نهادن. یعنی شروع کردن که ثروت معنوی رو در آسمان ذخیره کنن. به عبارت دیگر خدمت کردن آنان ثروت معنوی محسوب میشه. از آیه 22 الی 24 مسیح توجه ما را به بالا می‌نگراند. میگوید به بالا نگاه کنید. تعلیم میدهد که ما باید چشم خودمون رو به خدا و امور معنویت بنهیم، نه عالم خاکی. زیرا در عالم خاکی هیچ چیز بقا و دوام ندارد و انسان برای این خلق نشده که هدف اصلیش این باشه در این عالم خاکی به مقامی برسه، به ثروتی دست بیابد و یا عمرشو در اینجا در پی امور دنیوی بگذراند. خیر، انسان بر اثر گناه از درگاه خدا سقوط کرد و در این زمین آمد. حالا هدفش چی باید باشه؟ هدفش این که کاری کنه که دوباره به حضور خدا برسه و کتاب مقدس میگه که چون انسان نمیتونه با کار خودش به حضور خدا برسه، خدای تعالی راهی را گشوده است که در عیسی مسیح ما میتونیم دوباره به مقام اولیه خود برسیم، یعنی به حضور خدا. برای همینی که مسیح میخواد ما نگاه به بالا کنیم، نگاه به خدا کنیم، نگاه به جایی که از آنجا در واقع آمده ایم، جایگاه اصلیمون. میگوید چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست داره و یا به اولی ارادت پیدا می کنه و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. تعلیم می دهد که این دو با هم جور در نمیان. نمیشه هم خدا را دوست داشته باشیم و هم بنده مال و منال باشیم. عیسی مسیح پول و چشم داشت به آن را اربابی می داند که انسانها را برده خود ساخته و از خدا جدا می کند. او می گوید ثروت دنیا و زرق و برق‌های آن وسوسه‌ای است که سبب میشه چشم از خدا برداریم و زندگی دنیوی را بر زندگی جاوید و معنوی ترجیح بدهیم. اگر چشمت طرف مال دنیاست، وجودت در تاریکی است. اما اگر چشمت به سوی خداست و قادری زندگی معنوی را درک کنی، وجودت روشنه و بنده خدایید. و دوستان عزیز، بنده خدا هرگز حساب در بانک های سوئیس باز نمی کند، بلکه در راه خدا آن را به مصرف می رسوند و برای قضای فردای خود از او که آفریننده اوست و همه ثروت های عالم را در اختیار دارد طلب کمک می کند. عیسی مسیح پس از اینکه تعلیمات خود را در این مورد به سمع شاگردان خود می رساند، متوجه میشه که تعلیماتش سبب شده که رسولانش و ایماندارانش به تفکر و تعمق بپردازن. اونا رو به فکر واداشته، زیرا تمام این دستورات براشون بسیار تازه و عجیب بود و آنها با یک واقعیت تازه روبرو شده بود. پس در تایید آنچه که فرموده بود، رسولانش را دلداری میده و در عین حال دلایل بیشتری برای حقانیت دستوراتش به آنان عرضه میکنه که در آیه 25 الی 33 فصل 6 آمده است که توجهتان را به این آیات جلب میکنم. در دنباله گفتار خود مسیح میگوید بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان آسمان نگاه کنید، آنها نه می‌کارند و نه درو می‌کنند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می‌دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ چرا نگرانید؟ کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی را به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگرانید؟
به سوسن‌های صحرا نگاه کنید. ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران فردا نباشید. نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، نه شما. اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. در عوض شما باید قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. هدفتون این باید باشه که قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او در زندگی کوشا باشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست. بدی امروز هم برای امروز که کافی است. ای عزیزان، عیسی مسیح می‌دانست برای کسانی که تا به حال در دنیا و برای دنیا زندگی می‌کردند و افکارشان در امور دنیوی بود، ولی حالا به او دل داده‌اند و از او پیروی می‌کنند و وارد ملکوت آسمانی شدند، وارد عالم معنویت شدند، مطیع بودن به اوامر استثنائیش و پیروی کردن از آن بسیار مشکل و حتی نگرانی شدیدی رو براشون برمغان می‌آورد. زیرا آنان قبل از پیروی از عیسی مسیح تمام کوشش و زندگیشون هدفشون این بود که مال و ثروت را تا آنجا که ممکنه به دست بیارن، ذخیره کنن و ثروتمند بشن. چرا؟ چون معلوم نبود فردای زندگیشون چیه. ولی حالا نه فقط مسیح به آنان میگوید که این نوع روش فکر و زندگی غلطه، بلکه از آنان میخواد که ثروت‌هایی هم که ذخیره کردن را به فقیران بدن و در پی مال دنیوی نباشن، چشم از دنیا بردارن و توجهشان را معطوف به خدا یکتا کنن و در عوض برای رفع هر نیازی که دارن به سوی او که پدر آسمانیشونه روی آورن. روی همین است از آیه 25 عیسی مسیح رو به آنان میکنه و بقیه آیات را به آنها میگه. در این فصل 3 بار در این قسمت آیات به آنها میگه که نگران نباشید. نگرانی شما برای نیازهای دنیوی بیهوده و بیفایده است. در آیه 25 وقتی به آنان فرمود که شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال و از آنان میخواد که خود را از بندگی مال دنیا برهانند، میگوید نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. نگران نباشید. در عوض برای همین زندگی و بدنی که دارید خدا را هم شکر کنید، خوشحال باشید. و بعد از آنان سوال میکنه و میپرسه آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ یعنی چه دوستان؟ مسیح میخواد با آنها یک اهمیت مهم نشون بده. شما زندگی نمی کنید تا پولدار بشید، تا نان به دست بیاورید، بلکه نان هست تا چه؟ شما زندگیتون رو ادامه بدید. ولی زندگی عطیه خداست و شما بایستی در زندگی ارزش رو پیدا کنید، نه در مادیات. جوابشون میگه که اگر زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک ارزش داره، اگر اینطوره پس شما نباید نگران باشید. چرا؟ براشون مثال میآوره. میگه ببینید خداوند شما را بی اندازه دوست داره. اگر قبول ندارید به پرنده ها نگاه کنید. آنها نه قصه دارن نه چیزی. هیچ وقت قصه نمیخورن که چه بخورن و یا اینکه چه پس انداز کنن. آنها نه چیزی میکارن و نه درو میکنن. ولی خدا که پدر آسمانی شماست غذای آنان را فراهم میکنه. حالا مسیح میگه اگر خدا به فکر پرندگانش هست، آیا فکر نمی کنید همان خدایی که شما را خلق کرده و شما را دوست دارد و شما در پی او هستید، دقت کنید مهم اینه، شما دنبال او هستید، اون خدا به فکر شماست و نیازهای شما را برآورده میکنه؟ و جواب مسلماً که البته که خدا میتواند. وقتی جواب این باشه بهشون میگه پس در این صورت چرا نگران هستید؟ چرا میترسید؟
چرا میترسید بخشنده باشید؟ چرا به جای خدمت کردن و بخشیدن و سخاوتمند بودن به فکر این هستید که مال و اموال دنیوی را پس انداز کنید؟ مسیح میگوید آیا خیال میکنید با فکر کردن و نگران بودن قادرید یک لحظه به عمرتون اضافه کنید؟ جواب مسلماً که نه. چرا؟ زیرا عمر ما، حیات ما در دست خداوند است. مسیح اول اشاره به مهمترین عامل نگرانی انسان ها میکنه، یعنی غذا و سلامتی جسم، و سپس توجه خود را به کسانی که نگران لباس و پوشاک هستند میکنه و میگوید شما چرا نگران این واقعیت هستید؟ چرا به خاطر لباس نگرانی؟ چرا قصه میخورید؟ در حقیقت مسیح نگرانی و قصه خوردن را بیهوده میداند. میگوید به سوسن‌های صحرا نگاه کنید، به گل‌هایی که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس خودشون هیچ وقت نگران نیستند، ولی چقدر زیبایند. حضرت سلیمان با تمام ثروت و شکوه و جلال و طلاهایی که داشت، او که این همه گنج‌های عظیمی داشت، هرگز لباسی به زیبایی گل‌های صحرایی نپوشید. بعد میگوید خدا حتی به فکر این گل‌های وحشی صحرا هست. گلها را به این زیبایی آراسته کرده. ای انسان، آیا فکر نمی کنید که خدایی که شما را خلق کرده و شما را دوست داره، خدایی که هر روز رحمت خود را به شما عطا می کند، او شما را نمی پوشانه و لباس برای شما مهیا نمی کنه؟ ای کم ایمانان، ای کم ایمانان، چرا بر خدا حقیقتاً توکل نمی کنید؟ چرا ایمان واقعی به خدا ندارید؟ یعنی عملاً آن را نشان نمی دهید. در حقیقت دوستان عزیز، عیسی مسیح در اینجا به ما تعلیم می دهد نگرانی و تشویش برای نیازهای زندگی صحبت از عدم اطمینان به قدرت و لطف خداوند است، یعنی دال بر بی ایمانی ماست. برای همینه که در آیه 31 و 32 باز توجه ما را معطوف به خدا میکنه و میگوید پس قصه نخورید، نگرانی به خود راه ندهید که فردا ممکن است غذا نباشه و یا لباس نباشه که بپوشم. میگه قصه خوراک و پوشاک را نخورید. چرا؟ چون این به بی ایمانان تعلق داره. این بی ایمانان هستند که در فکر این چیزها هستند، در فکر امیال دنیوی هستند و زندگی خود را به خاطر این چیزها از بین میبرند و هرگز به معنی و مقصود واقعی زندگی در دسترسی نخواهند یافت. در عوض شما ایماندار هستید، شما که خدا شناسید، شما به خدا ایمانداری که همه هستی ها از اوست و این خدای مهربان که در شما لطفش رو آشکار کرده و شما را به عنوان فرزندان خود برگزیده، همان خدای مهربان، همان پدر روحانی است که واقف بر نیازهای شماست و او میدانه که شما به چه چیزهای احتیاج دارید و میخواهد این چیزها را به شما عطا کند. پس دست نیاز خود را به سوی او دراز کنید و به او ایمان داشته باشید که او قادر است و عطا کننده نیازهای شما می باشد. به جای اینکه به فکر مادیات باشید، به جای اینکه به خاطر ثروت دنیا عمر خودت رو تباه کنید، قصه بخوری، فکر کنی، نگران باشی، شما باید طالب اراده الهی باشید. هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید باید بگویید خدایا تو امروز از من چه میخواهی؟ چه میخواهی تا من برایت انجام بدم؟ خدایا اراده تو برای زندگی من چیه؟ راهی را که تو میخواهی بپیمایم به من نشان بده. کلماتی که میخواهید من بر زبان بیاورم به من عنایت فرما. افکاری که میخواهید داشته باشم به من عطا کن. مرا آماده کن تا با آنانی که در تماسم ای خداوند به طریقی که تو میخواهی، به نحو شایسته‌ای که تو میخواهی روبرو بشم و طوری عکس العمل نشان بدم که اراده تو باشد. اول در زندگیتون طالب ملکوت خدا باشید، طالب اراده و خواست خدا باشید. هر روزتان را نه فقط با نام خدا آغاز کنید، بلکه روزتان را به دست خدا بسپارید. بگید خداوندا این زندگی را تو به من عطا کردی، من آن را به دستهای تو تقدیم میکنم که تو مرا خداوند و یار یاور باشی. تو به من نشان بدی که چه کنم. اگر هدف شما در زندگی این باشه دوستان عزیز که اراده خدا را پیروی کنی هر روز و به او اعتماد کنی که او نیازهای شما را برطرف کنی و صادق و درست باشید، پاک باشید، عشق به خدا عملا نشان بدید در زندگیتون، دیگه نه غم و غصه خوردن، نه پریشان بودن به خاطر فردایی که هنوز آمده و نه مشکلات دنیوی شما را خم خواهد کرد. امروز را در شادی الهی به سر بیاورید. امروز را در شادمانی و سپاس به سر بیاورید و خدا را برای آن شکر کنید. فردا مشکلات خود را به همراه خود داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است.
نگران فردا نباشید. نگران مشکلات و بدبختی های فردا نباشید. مشکلات فردا بر بدبختی های امروز اضافه نکن. امروز به حد کافی مشکلات داری. فکر فردا نباش. و به قول معروف از دی که گذشت یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. و دوستان عزیز، بدون شک شما نیز در زندگیتون با نگرانی های بسیاری روبرو هستید. غالب این نگرانی ها زندگی را براتون تلخ میکنه. ولی حقیقت امر اینه که خیلی بیشتر از این تلخی های زندگی که دارید، این نگرانی هایی که دارید بیهوده است. و این نگرانی ها شما را به خدا نزدیک نمیکنه و مسائل را حل نمیکنه. در عوض کلام خدا نشون میده که نگرانی و شک و تردید و ترس عامل تقویت شک و تردید در ایمانمون میشه. سبب میشه که حتی به خدا و کار او، قدرت او شک پیدا کنیم. در واقع نشان ضعف در ایمانه. مسیح میگوید این شک را از خود دور کن ای بی ایمان. اگر خداوندی که طبیعت را اینقدر زیبا خلق کرده و به اهمیت داده و طبیعت را به دست تو سپرده است ای انسان، اگر خداوند این همه لطفش و قدرتش و نعمتش رو در طبیعت نشان داده و اون رو به تو داده، فکر نمی‌کنی همین خدا از تو نگهداری میکنه، تو رو دوست داره و نیازهای تو را برآورده میکنه؟ غصه خوردن، فکر کردن، تشویش داشتن، نگران بودن، اینها به کسانی که خدا را میشناسن تعلق نداره، بلکه به کسانی هستند که چشم بر امور دنیا دارن. و دوستان، اگر چشم بر امور دنیا داشته باشید نمیتوانید خدا را خوشنود کنید. بیایید به گفتار عیسی مسیح توجه کنید و نگرانی را با تسلیم کردن به او که درک میکنه، او که دردهای شما را میدانه، از خودتون دور کنید. یعنی عیسی مسیح. او امروز زنده است. او حاضر است بارهای بدبختی ما را بر خودش گیره و ما را آزاد کند، زیرا او آمد تا ما را از این بند گناه، از این نگرانی های دنیا آزاد سازد و ما را نجات بخشد. خدا کند دعوت او را بشنوید. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.